سلامتی مردم ایران. من از شهرک صنعتی که داخلش کار میکنم برمیگردم، یه جایی یه گردنه است که اون گردنه رو به پایین که میام، به محض این که میام رو به پایین، بوی متعفنی اصلا میپیچه تو ماشین که همون لحظه شیشه رو میدم بالا. امروزم 28 آبان ماه بود و این وضعیت آب و هوایی کشور و شهر اصفهان. این کدری که تو هوا هست، آلودگیه که ما داریم نفس میکشیم. مملکت رو به این روز انداخت. یه دزد، یه مش دزد، نه یه دزد، اون که دزد بزرگشون یه نفره که داره کانتینر از کشور میدزده و خارج میکنه، بقیهشون هم به همین منوال. اینا جدن در جد دزد بودن و هیچ ارقی به هیچ کشوری و هیچ خاکی نداشتن. اینا فقط با رضایت خود مردم تو طول تاریخ از مردم دزدی میکردن. ابزارشون هم عبا و عمامه بوده و دکانشون هم همین امامزاده ها و مساجد بوده و با توجه به سطح به اصطلاح جایگاه هر کدوم از این دزدا، این غنایمی که بهشون میدادن مثلا فرق میکرد. به دزدی که خیلی دزد خوبی بود ممکن بود تولیت مشهد رو بهش بدن، به اون یکیشون که مثلا یه لول پایین تر بود مثلا تولیت شابدالعظیم رو بدن، به یکی دیگه شون مثلا قم بدن و الان هم در حال حاضر به همین صورته. اینا به هیچ جایی هیچ ارقی نداشتن تو طول تاریخ، فقط ذاتاً دزد بودن و از یه دزد نباید توقع داشته باشیم که وقتی یه کشور میفته دستشون کشور رو آباد کنه. این دزدا به کشور که چه عرض کنم، اینا سینه ننشون هم گاز گرفتن. ولی خدا خیلی بزرگتر از این حرف هست. الان 28 آبان 404 و ما به عینه با چشم داریم، نمیدونم اسم این اتفاقی که اخیراً افتاده رو معجزه بذارم، یه رویداد الهی بذارم، یه نمیدونم چی بگم واقعاً، که مردم بیگناه رو کشتن، انداختن تو سد کرج و خدا سد خشکوند. یعنی شما هر چقدرم که قدرت دستتون باشه برای دنیا شاخ و شونه بکشین، زورتون به خدا نمیرسه. و اینکه شما حالا به قول خودتون میگین ما تسلیم نشدیم، تسلیم نمیشیم. چرا؟ شما ذاتاً روحتون رو تسلیم شیطان کردین و برده شیطانیم و وقتی هم که بمیرین تا سالیان متوالی، شاید هزاران سال، شاید میلیون ها سال، روحتون در عذاب اون اهریمنی که روحشون شما رو ازتون گرفته. شاید تو این دنیا بهتون یه زندگی مرفه داده باشه، ولی این روحتون رو تو سیاهچال خودش حبس میکنه تا روز موعود برسه و بخواد این روح ها رو بیاره جلوی خدا و بگه تحویل بگیر. همون اشخاصی بودن که، همون انسانی بود که گفتی بهش سجده کن، من گفتم این ارزششو نداره. و بله، نه تنها شما، روح شما، بلکه روح میلیون ها میلیون انسان دیگه هم تو چنگال اهریمنه و دارن عذاب میکشن از فراعنه
مصر باستان بگیر تا نمیدونم استالین و هیتلر و همه اینا، روحشون چنگال شیطان بوده و هست تا روزی که قرار باشه روز حساب و کتاب برسه. روح شما هم مثل هموناست، اسیر شیطانه و واقعا عذاب دردناکی بعد از مرگتون به سراغتون میاد. عذابی که به روح برسه خیلی بدتر از عذابیه که به جسم برسه.